يا رسول الله وقدوتنا. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سوال 14 چنین بود: پیامبرمان صلی الله علیه و سلم در جوانی به چی کار مشغول بودند؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در ایام جوانی به تجارت مشغول بودند. از عادت قریشی ها این بود که در زمستان و در تابستان به سوی شام و به سوی یمن با کاروان خود به سفر تجارتی می برآمدند، چنانه که سوره قریش این را بیان می کند. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم در این سفرها حضور داشتند و این یک کسب بود، یک کسب قریشی ها بود. با این کسب، با کسب تجارتی زندگی خود را پیش می بردند. در یکی از این سفرهای تجارتی قریشی ها که به سوی شام بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم با همراهی عمکشان ابو طالب حضور داشتند. وقتی که آنها به شهر بصره می رسند، راهب نصرانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را می بیند و از قریشی ها می پرسد پدر این کیست؟ قریشی ها اشاره به ابو طالب کرده می گویند وی است پدرش. راهب می گوید نه، پدر این باید وفات کرده باشد. چون این عادت عرب ها بود که عمک را به حیث پدر هم می شماریدند. و وقتی که راهب به ابو طالب صحبت می کند، راهب به ابو طالب می گوید که این سیدی پیامبران است و به ابو طالب توصیه می دهد تا به شهر مکه بازگردند و او می گوید من می ترسم اگر یهودی ها این خبر را بفهمند شاید به او ضرر برسانند. و ابو طالب سخنان این راهب را باور کرده با همراهی محمد صلی الله علیه و سلم به مکه باز می گردند. در این وقت پیامبرمان صلی الله علیه و سلم 12 ساله بودند. بغیر از تجارت، پیامبرمان صلی الله علیه و سلم باز به امانت نگهداری هم مشغول بودند و به این سبب با نام امین یعنی امانت نگهدار در بین قریشی ها مشهور بودند. وقتی که بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم قریشی ها قصد کشتار پیامبر کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم به جای خود علی را در خانه گذاشتند و به او گفتند فردا این امانت ها را به صاحبانشان بازگردان و به سوی مدینه به هجرت برو. ببینید برادران و خواهران ایمانیم، قریشی ها که قصد کشتار پیامبر داشتند و پیامبر صلی الله علیه و سلم در این فکر بود که چی طور امانت های آنها را بازگرداند و حتی در این حالت هم پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها خیانت نکرد. این از صفات پیامبر، این از صفات پیامبر، این از خلق پیامبر که ما باید از این عبرت بگیریم. امروز باید هر یک ما از خود سوال کنیم آیا ما امانت نگهدار هستیم یا نه؟ آیا عملهای ما، کردار و رفتار ما موافق کردار و رفتار پیامبرمان صلی الله علیه و سلم هست یا نه؟ آیا امروز از زبان و از دست ما دیگر مسلمان ها و دیگر آدم ها امین میمانند یا نه؟ این است درس عبرت از حیات، از آموختن حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم. ما باید به خود عبرت بگیریم، درس بگیریم و در زندگی خود این را عملی بگردانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.